این از 2 سالگی همون حرومزاده است و تربیتش کرده. از مدرسه قرار شد که ما رو شب تاسوعا ببرن بیت. اینا همونا اصلا پدر مادر ندارن. من رفتم بیت، ما نماز جماعت رو خوندیم. لحظه‌ای که رهبری وارد شدن من هیچ وقت اون لحظه یادم نمیره. به این میگن نسل حرامزاده. چجوری باید طولتون بچه‌های زیر 5 سال بدوزن؟ دختر و پسرها رو از طبقه کارگر می‌دوزیدن. اینا رو می‌بردن در یک مجموعه‌ای که الان شده یتیمخونه. اینا رو بردن تو یک مکانی مثل پادگان. شروع کردن اینها رو تربیت کردن. بعد از 10 سال، 15 سال، 13 سال این بچه 5 سالش رو 12 سال پدر مادرش هم نمی‌شناخت. نمی‌دونه کجاست. چند سالت بود دقیقاً؟ 17 سالم. بعد دختر پسرهای این بچه‌هایی که بزرگ شده بودن و حکومت مجبور کرد با هم ازدواج کنن. نه که ازدواج کنن، با هم سکس کردن. تولید کردن بچه‌های جدید. شروع کردن هر کدومشون حداقل 20 تا بچه آوردن. یعنی زنا شدن شکم دخترایی که بزرگ کرده بودن، دختر مردم دزدیده بودن، شده بود پایگاه بسیج، پایگاه سپاه. الان داخل کشور شما حداقل 2 میلیون اینجوریه.